برادر سوال کردند که آیا استفاده برخی دولتی از طریق دزدی جایز است؟ با دلیل جواب گویید التماس. برادران و خواهران عزیز، خوب باید داشته باشید که هر نوع دزدی که باشد گناه کبیره به شمار می رود. خصوصا اون گناهی که اون دزدی که در مال عامه مسلمین صورت بگیره، یعنی که یک مال را دزدی بکنه که در او حق عامه مسلمین باشه، از جمله خطرناکترین دزدی ها به شمار می رود. اگر عموما یک انسان از یک شخص معین اگر دزدی بکنه، تلافی کردنش آسان است. یعنی مال را به صاحبش واپس میکنه، از صاحبش عذرخواهی میکنه و میشوه مال همین خیلی نوع دزدی تلافی میشوه. ولی اگر یک مال را دزدی بکنه که در او حق عامه مسلمین باشه، از هر یک اونها طلب بخشش کردن و اون مال را به اونها واپس کردن ناممکن و محال است. به همین خاطر این نوع دزدی که میشوه، یکی دزدیدن قوای برق دولتی، از جمله گناهان کبیره و خطرناکترین دزدی به شمار می رود. خوب باید داشته باشید برادرایی که از راه دزدی قوای برق استفاده میبره، از الله بترسه و کاری کنه که در سر خودتون پریشانی و سختی را نبیاره. در این بابت، در بابتی که یک انسان حق دیگران را از راه باطل میخره، خداوند وعید سخت ارشاد فرمودگی است. خداوند میفرماید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای شخصانی که شما ایمان آورده، مالهای یکدیگر را از راه باطل، یعنی از راه نامشروع، از راه دزدی، از راه ظلم و ستم نخورید. در دوام آیت، در آخر آیت وعید کسانی را میفرماید خداوند که مال مردم را بناحق میخوره. میفرماید استعیذ بالله و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا. اگر شخصی که این کار را انجام بده، یعنی اگر شخصی که مال مردم را از راه باطل بخوره، از روی تجاوز و ظلم، فسوف نصلیه نارا، زود است که ما او را در آتش جهنم می اندازیم و این کار برای خداوند آسان است. شما ببینید که آیت به صراحت می فرماید که اون مردمی که حق دیگران را از راه باطل می خوره، ما او را در آتش جهنم می اندازیم. پس خوب باید داشته باش ای اون نفری که قوای برق دولتی را می دزدی یا عموما هر مال را می دزدی که در او حق عامه مسلمین باشه، خوب باید داشته باش که در روز قیامت آتش جهنم در انتظار تو هسته. قطعا از دزدیدن قوای برق یا عموما هر مالی که در او حق عامه مسلمین باشه شما پرهیز بکنید. علاوه از این آیه در احادیث بشمار نبوی وعیدهای سخت برای اون مردمی که حق دیگران را از راه باطل میخوره وارد شدگی است. ولی فکر میکنم برای اون مردمی که عقل و شعور دارن و ذره ایمان دارن و بر روز حساب باوری دارن، همین یک آیت برای آنها کفایت میکنن. قطعا از دزدیدن هر مالی که در او حق دیگران باشه پرهیز بکنه که هر گناهی که شما میکنه، هر این حق خوری هایی که میکنه بر علیه خودتون انجام میده. والله اعلم بالصواب.